خب سپرایزت کنم. به تو نگفتیم قرار پدر صدا کنیم بیاد پیش. واقعا؟ بله. سلامتی. خب خوشحالم. همه واقعا خوبن، چه تا از خوبا هستن. آقا ما زنده باشیم. برنامه‌مون بهتر از ماحصل و ایناست. فکر نکنید فقط قوی ترین مردان همه چجوری به چند بعدی ان. خانم این وری به چند؟ واقعا نگه داشتن این خیلی سخت‌تر از آیتم زدن. یعنی دستا دم میکنه اینو هی باید این وری کنی اون وری کنی که گریه نکنه. هی با بازی ماشاءالله خیلی هم شلوغه. بعد سنگین هم هست. من اجازه بدید بچه رو ببرم تا اینجا رو به هم نریخته ببخشید. هلوش یه 5 ماه پیش یه خاطره خیلی بد داشتم. برادرم به رحمت خدا رفت، عمرشو داد به شما. داغون شدم. یعنی من رفیقام نبودن نمیدونستم چی کار بکنم. آمادگی آنچنانی هم نداشتم که اومدم مسابقه. ببخشید با یه درصد کم آمادگی اومدم، همشم به عشق مرحوم برادرم اومدم. یادم تو بیمارستان بستری بود، بنده خدا سرطان خون داشت، تو بیمارستان بستری بود. من میرفتم عیادتش، منو به این پرستارا معرفی کرده بود. میرفتم همه منو میشناختن، میگفت آره داداشم اومد، اونی که قوی ترین مردان بود شرکت کرده بود، همه میشناختن منو. به عشق خودش اومدم. کاش بود و این روزا رو میدید.